احمد محسن. خب سلام و درود، خیلی خوش اومدیم به پارت جدید از گیم خفن. قرار امشب یه بازی خفن مشتی لوتی جذاب و خیلی سمی رو بریم به نام بازی مرد کوهنورد یا از کوه بالا میره. خیلی سمی ببینیم میتونیم فشار بخوریم یا نه. و قبل از شروع ما رو دنبال بکنید، ممنون میشه که ما رو دنبال بکنید. ما رو زنگوله زیر ویدیو هم بزنید و لایک هم بکنید و کانال آپارات و یوتیوب و روبیکامون هم دنبال کنید. بریم بازی لیتس تیوری. قراره فشار بدی بکنیم. بریم بازی. خب اما ببین از این کوه بالا دیگه، از این توی باید نه ببخشید برعکس اینو میریم. خب اینو بگیریم اول، بعد اینو بگیریم، بعد اینو بگیریم. خب باش راحته، کجا سخته آخه؟ این هم مثلا بازی فشاریه. توی اون کامنت ها که این بازی ها رو نصب کردن توی سایتش نوشته که بازی فشاری از کجا فشاری؟ چرت و پرت. سرمون رو کلا گذاشتن. خب اینو میگیریم دوباره، بایی میریم این ور. حالا اینو میگیریم. خب از این بالا میگم بریم، چون از اینجا بریم اینجا غلط میخوره دیگه، معلومه دیگه، چرخ مثل چرخ و فلکه. خب اینو بگیریم. وای آها چطوریه؟ آها دیگه یه ساعت روحن فشاری بازی جا. من میگم بریم از این پایین بالا بیستی بک. آها بگیرش، بگیرش. نمیتونم این بازی یعنی چرا بگیم اقل بابا ما چه اینجا بده. آی دوباره میدیم اشکال نداره، واقعا فشاری تازه دارم برک میکنم. این یه نسخه دیگه هم داره دوستان که نسخهش هم بعدا میریم براتون. یه نسخه دیگه داره که ما این دفعه توی دیگ غذا خوریم با فقط با دستام میریم بالا. داریم مگه؟ اونم اگه توی کامنت ها دیدگاه نظر بدین منم میرم براتون. ها گرفتیم وای. یس اینو بگیر. خب ببینن خب مجبوره مگه برام بر
دیگه داره میری رو حسابه. یا ابوالفضل چرا خب دوستان بازی هم به پایان دادیم، مثل بازی قبلی دیگه بردیم، ولی تا حالا بازی صمیمی انقدر ندیده بودم واقعا. اولش من فکر کردم وای چقدر خوب بود بازی، چقدر خوب بود، ولی بگو که نه وای. حالا یه دونه نسخه دیگه هم داره بازیش که میگه توی دیگه این دفعه اونم شد میریم. ممنون که ویدیو دیدید و دوباره ما لایک بکنید، دنبال بکنید، ما حمایت هم بکنید و خدا نگهدار.